داستان‌های ترسناک شما، قسمت 11. ما برای مسافرت داشتیم میرفتیم یه شهر دیگه و چون مسیرمون طولانی بود یه هتل سر راهی موندیم برای استراحت. یه اتاق گرفتیم و همگی خوابیده بودیم و من یهو بی‌دلیل نصف شب از خواب بیدار شدم. رفتم در پنجره و دیدم یه چیز سیاه با قد بلند با چشمای سفید داره بیرون بهم نگاه میکنه. چند بار چشامو بستم و باز کردم که شاید خطای دید باشه، ولی با هر پلکم بهم نزدیکتر شد و تا یهو غیب شد. سریع بابامو بیدار کردم و اون همه جا رو گشت ولی خبری ازش نبود و حرفمو باور نکرد. نزدیکای صبح که خواستیم سوار ماشین بشیم و حرکت کنیم، برگشتم و اتاقمون رو نگاه کردم و دیدم از پشت پنجره داره نگاهمون میکنه و چون حرفمو باور نکردن دیگه هیچ حرفی راجبش نزدم. داستان‌های ترسناک شما، قسمت 12. حدوداً 1 ماه پیش رفته بودم پیش پدر بزرگم که چند روزی پیشش بمونم. خونهشون توی یه روستای خارج از شهره که لوله کشی آب نداره. شب پدر بزرگم ازم خواست تا برم از چاه براش آب بیارم. منم سطل رو برداشتم و رفتم سمت چاه. نزدیک که شدم صدای خندیدن شنیدم و سریع چراغ قوه گوشیمو روشن کردم و دیدم یه دختر بچه با لباس خونی و عروسک توی دستش کنار چاه وایساده. پشت سرم صدای پا شنیدم و وقتی برگشتم پشتم هیچ کس نبود و دوباره کنار چاه رو نگاه کردم و اون دختر دیگه اونجا نبود. سریع برگشتم سمت خونه و موضوع رو به پدر بزرگم گفتم و اون گفت چند سال پیش یه دختر بچه افتاده تو چاه و تو آب خفه شده. داستان‌های ترسناک شما، قسمت 13. وقتی 14 سالم بود قرار شد برم پیش دوستم و شب خونه‌شون بخوابم. خیلی از بابای دوستم میترسیدم چون اون دعانویس بود. شب که خواستم برم سمت اتاق، ته راهرو یه نفر رو دیدم و سریع با پلک زدنم غیب شد. ترسیدم و سریع رفتم که بخوابم. خواب و بیدار که بودم حس کردم صدای پچ پچ میشنوم، ولی هرچی میخواستم چشممو باز کنم انگار نمیتونستم. یهو چشمم باز شد و انگار داشتم خودمو از یه زاویه دیگه میدیدم که 3 نفر با لباس مشکی کنار تختم وایسادن. خیلی داشتم سعی میکردم داد بزنم و یکی کمکم کنه ولی صدام در نمیومد. یهو انگار خوابم برد و صبح بیدار شدم و خیلی سردرد بدی داشتم. از پدر دوستم هم پرسیدم ولی جز سکوت جوابی بهم نداد. داستان‌های ترسناک شما، قسمت 14. ما چند وقت پیش رفته بودیم شمال و توی یکی از روستاهاش یه خونه اجاره کرده بودیم. وقتی رفتیم اونجا فهمیدیم خونه‌ای که اجاره کردیم کنارش یه قبرستونه و صاحبخونه به ما در مورد این چیزی نگفته بود. شب که روی تخت دراز کشیده بودم حس کردم چیزی کنارمه و وقتی برگشتم دیدم یه نوزاد با چشمای خونی بهم زل زده. خیلی ترسیدم و جریانو برای دوستم تعریف کردم. صبح که شد رفتیم یه چرخی توی اون قبرستون زدیم. همونطور که داشتیم میگشتیم دیدیم عکس همون نوزادی که بالا سرم دیدمش روی یکی از قبرها بود.